با نام خدای توانا. السلام علیکم دوستان نازنین. امیدوارم که در هر گوشه دنیا باشید پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. من حکیمی هستم از فرانسه. یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم و با یک برنامه جدید یا نوی خود. خدا کند که شب‌های و روزهای رمضانی را خوب بگذرانید. با همین امیدواری برنامه را شروع می‌کنیم. عزیزانی که تازه با کانال ما آشنا شدند لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و با کانال ما آبونه شوید و زنگوله دائمی را برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. موضوع برنامه امروزه ما سفر داشتیم به شهر تولوز فرانسه که در جنوب فرانسه قرار گرفته است و چنانچه شما در تصویرهای خود می‌بینید این هم شهر و دریای تغن گغان یا لب ساحل تغن گغان میباشد که از طریق درون یا از کامرای هوایی ثبت کرده. شهر تولوز چهارمین شهر کلانی فرانسه از حساب اهالی و کلانی می باشد بعد از شهرهای پاریس، مارسی و لیون. اهالی شهر باشد یا نفوذ شهر به تقریبا 500,000 نفر می رسد و با ناحیه ها و منطقه های گید اطرافش با 1,360,829 نفر برابر است. شهر تولوز یک کمون فرانسوی، مرکز منطقه اکسیتانیا، پرفکتور دپارتمنت آد گغان و محله جایگشایی تولوز متروپول است می باشد. شهر با معماری‌های خاص شهرهای جنوبی فرانسه. شهر تولوز را شهر گلابی نیز می‌نامند از سبب رنگ‌های مساله ساختمانی عنعنوی محلی. خشت تراکوتا لقب شهر گلابی دارد. شهر تولوز خیلی زیبا و دیدنی میباشد. در اینجا بسیار تر موزه ها، اثرخانه ها و جاهای تاریخی و دیدنی و جاهای معاصر نیز به مشاهده میرسد. و این چنین دوستان از این نگفته نماند این استادیوم مرکزی شهر تولوز می باشد که تیم کلوب شهر تولوز مثلا TFS در همین محض بازی‌های خانگی خود را در همین میدان برگزار می‌کند و نگفته نماند تیم TFS شهر تولوز در لیگ برتر یا که در لیگ اول فرانسه بازی می‌کند و فعلا در جای دهم یا 12ام جدول قرار دارد. و نگفته نماند چند روز پیش تیم تولوز به فینال جام فرانسه برآمد که در نهایت با تیم نانت به فکرم بازی میکنه در فینال فرانسه و این هم جای تاریخی بازیلیک تولوز می باشد که خیلی هم مشهور و دیدنی هم است. کانال دومیدی تولوز را با سیتا می پیوندد. از سال 1996 میلادی بر روی خط میراث عمومی جهانی یونسکو داخل کرده شده است. بازیلیک سن سرنین بزرگترین بینای رومانسکی در اروپا از سال 1998 میلادی در آنجا همچون یک قسمتی سن ژاک دی کامپوستلا نامبر شده است. تولوز پایتخت اروپایی ساحه ایرونافتیکا و کیهانی می باشد. در شهر تولوز تقریبا قریب 100 و 120 هزار دانشجو درس می‌خوانند که این بعد از پاریس دومین شهر کلانترین دانشجویان میباشد. شهر تولوز جایهای تاریخی نیز زیاد دارد، چنانچه در تصویرهای خود می‌بینید این جایهای تاریخی شهر تولوز میباشد و جایهایی که خیلی هم مشهور هستند در منطقه و در فرانسه. این هم از طرفی بالا، از طرفی زاویه بالایی شهر تولوز. دوستانی عزیز نگفته نماند ساحه ورزش در فرانسه در تولوز فرانسه خیلی هم پیشرفت کرده است و ورزش رمزی شهر تولوز این اتفاق رگبی می باشد که کلوب آن استاد تولوزیان نام دارد. دارای رکوردی بالاترین هم در مقیاس ملی و هم در قطعی می باشد با 21 عنوان قهرمانی فرانسه و 5 عنوان قهرمانی اروپا را با خود کسب کرده است و خیلی هم زیباست و کسانی که امکانیت داشته باشند اگر توصیه میدیم که بیان تولوز را از نزدیک ببینند.
با شرافت آسم‌های بزکل در گرانه که آن وقت گهواره بسیار احساس‌کنندگان هواپیماها به مانند لاتکار، سود اویاسیون، شرکت ایرابوس که در برندنک در سال 1970 میلادی تأسیس یافته است. تولوز یک پارک تکنولوژی اروپایی می باشد که بسیار ساحه‌های پیشرفته را متحد می کند. در بخش‌های ایروناوتیکا، کیهانی، الکترونیکا، آیتی، کیمیاوی، داروسازی و خدمت‌رسانی به مانند متروپول. آن دارای بسیار مرکزهای تحقیقاتی از قبیل لابراتوری تحلیلی و معماری سیستم‌ها، مرکز ملی آموزش کیهان، اگروبیپول و اینچنین تمرکز تحقیقاتی مربوط به طب انسان و بیماری می باشد. شهر تولوز از نگاه فرهنگی خیلی بای و غنی می باشد. در اینجا بسیار از آثارخانه ها، موزه ها، تئاترها، سینما ها و چیزهایی که مربوط به فرهنگ می شود خیلی خوب به راه آمده شده و بسیار دیده می شود. و در مخصوص تئاتر کلان در مرکز شهر تئاتر دی کاپیتال نام دارد که تئاتر اپرا و بالت می باشد. خیلی مشهور هم هست در اروپا و تمام جهان. و دوستان عزیز چنانچه مشاهده دارید این هم جاده ها و خیابان های کلان شهر تولوز می باشد و ما نصیب باشد از یک طرف میریم تمام زیباهای این شهر را به نوار میگیریم و بحر شما پیشکش میکنیم. و این ساختمان های شما دوستان میبینید ساختمان های نو و کوارتر های نو در شهر تولوز تأسیس تازه بنیاد هستند، نو تأسیس شدن و ما میریم میده ببینید دوستان عزیز معماری و ساختمان های اینجا خیلی پیشرفت کردن و خیلی خوب برنامه‌ریزی شدن و ساختکاری شدن. خیلی هم خانه های برهوا، زیبا و کامفورت به حساب ما و شما می باشد. هنگام سیرگشت در این کوچه ها دوستان عزیز به فکرم ایده میگن یا که مثلا توصیه به سلامتی میخوام نفرانی که در ساحه ساختمان سر و کار دارن از قبیل معمار و دیگر یا که مهندسان میتونن شرکت های ساختمانی آدم های خود یا نفرهای خود را روان کنن و تولوز یا به فرانسه و از این شهر یا از این دولت ساختمان سازی و خانه سازی را یاد بگیرن و برای در تاجیکستان خانه های زیبا و دیدنی را برای مردمی عزیزمان بسازند. نه تنها در دوشنبه بلکه در تمام منطقه های تاجیکستان از جمله در سوق، بدخشان، رشت، خرطان، حصار، در تمام ناحیه های گیدراترا و تمام ناحیه های دوردست خیلی هم اقتصادی تمام شود. دوستان عزیز ببینید خیلی هم زیبا هم هست، چندان کاری ندارد و ببینید تمام بالکن ها همونطور با نظم ساخته شدن و نگانسی مثلا به چشم بد میخوردگی دیده نمی شود. خیلی هم پیشرفت است و خیلی هم میتونه که از این چیز استفاده برن شخصانی که در ساحه ساختمان سر و کار دارن. دوستان عزیز این ساختمان ها و خیابان ها را که میبینید این مرکز شهر نیست، این اطراف شهر تولوز است و آن خودید همیشه در برنامه های قبلی من بسیارتر مرکز شهر به نوار گرفته میشد و در این برنامه خواستم که بیرون از مرکز شهر تولوز رو به نوار بگیرم و این جاده و خیابان ها و ساختمان های زیبا که میبینید این هم در اطراف شهر تولوز می باشد و اون خاطر دوستان کسانی چنانچه گفتم شخصانی که در ساحه ساختمان سر و کار دارن میتونن بیان از اینجا درس بگیرن و این ساختمان ها رو میتونن در تاجیکستان عزیز بسازن و بعد استفاده بدن در مردم. دوستان عزیز میریم میده دیگه طرف ها و خیابان های شهر. جالبی شهرهای فرانسه در چی است؟ جالبی شهرهای فرانسه در آن است که مرکز شهر هر چیزی که در قدیمه هستند آنها را بازسازی یا از نوسازی میکنن و آنها را چپا و لنگوار نمیکنن. به اون خاطر چیزهایی که ساختمان هایی که معاصر و زمانوی و مدرن جدید هستند اینها را میگذارند به اطراف شهر. به اون خاطر که در مرکز هست همشان ساختمان های قدیمی است و
چیزهای شما میبینید همه در اطراف شهر تولوز است. ساختمان‌های زیبا، برهوا و به حساب زمانوی، به حساب حاضر زمان و معاصر. در یک سال تقریبا 6 تا 7 میلیون نفر شهر تولوز را دیدن میکنند، همچون سیاح یا توریست. و همون خاطر ساحه توریسم و سیاحی در شهر تولوز خیلی خوب برآمده است و علل خصوص در فرانسه، در تمام نقاط‌های فرانسه ساحه توریسم و سیاحی خیلی خوب برآمده شده است. و دوستان عزیز، باز یک مصلحت دیگر یا برادرانه برای شخصانی که در ساحه توریسم کار میکنند و آنها میتوانند نماینده‌های خود را بفرستند به فرانسه و از اینجا بیاموزند ساحه سیاحی و توریسم را، چون فرانسه یکی از دولت‌های به حساب دیدنی و چی میگن سیربیننده می باشد از تمام جهان. به اینجا در یک سال تقریبا تا 98 تا 99 میلیون نفر سیاح یا توریست می آید برای دیدن فرانسه. ما خاطر می توانند که ساحه مثلا سیاحی و توریستی رو از اینجا بیاموزند و برای در دوستان عزیز این کار را تشکیل کنند و فایده خودی هم کارخانه می باشد و هم نفرانی که به دوستان عزیز سفر می کنند و برای یک توریست، برای یک سیاح خیلی خوب و ماندنی یا خاطرمان برایش سپری می گردد در تاجیکستان عزیز. این هم یک مثلا معلومات یا یک پیشنهاد برای شخصانی که در ساحه سیاحی و توریستی کار میکنند. دوستان عزیز، میخواهم در مورد اقلیم و هوای شهر تولوز معلومات بدهم. اقلیم تولوز معتدل گرم اقیانوسی نامیده می شود و تمایل بحری میانه زمین است که با تابستانی گرم و خیلی خشک، تیرماهی خیلی آفتابی، زمستانی ملایم و بهاری نمناک که بسیار باران‌های پی در پی می‌بارد و بعضی هم روزها ژاله که در سال 2008 میلادی و 2009 میلادی که در تاریخ خیلی ثبت شده است که خیلی ژاله‌های سخت و خطرناک در این زمان باریده بود. این اقلیم را میتوان اقلیم گزارش بین اقلیم اقیانوسی و اقلیم بحری میانه زمین ارزیابی کرد. حتی اگر موافق تصنیفاتی اقلیمی همبستگی این دو اقلیم میتوان تولوز را در وضعیت اقلیم سوبتروپیکی نمناک قرار بدهد. دوستان عزیز، ما در شهر تولوز خیلی جاهای خوب و زیبا و دیدنی را به نوار کشیدیم و انشاءالله در برنامه‌های بعدی یک این برنامه‌ها رو به شما پیشکش خواهیم کرد. و چون میخوام برنامه طولانی نشود، خسته کننده نشود، این قسمت اولی برنامه شهر تولوز است. انشاءالله در برنامه‌های بعدی قسمت‌های جالب و دیدنی دیگر مناطق و موزه و آثارخانه‌های شهر تولوز را مشاهده خواهید کرد. این قسمت اولی برنامه می باشد و ما اول گفتیم از خود شهر نوار داشته باشیم بهر شما و بعداً از هر یک موزه و آثارخانه و شرکت هایی که در این شهر فعالیت دارن بریم نوار بگیریم و با هم یک دیگر تماشا کنیم. ساحه ساختمان یا معماری در شهر تولوز خیلی خوب برآمده شده است. این هم ببینید دوستان که از ساختمان‌های جالب و زیبا و دیدنی. و دوستان عزیز، ناگفته نماند، اگر ویدیو خوشتان آمده باشد حتما لایک کنید، پلیلیست کنید، کامنت را بنویسید و زنگوله دومی را برای همیشه فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز باشید. دوستان عزیز، ساحه دیگری که در شهر تولوز خیلی خوب برآمده شده است این ساحه ترانسپورت می باشد. از قبیل اتوبوس ها، تراموای ها، میکرو اتوبوس ها، تاکسی ها، مترو ها، تلفیقی یا همان کنات دراگه و میدان هوایی. میدان هوایی شهر تولوز بلندیک یکی از میدان‌های کلانترین در فرانسه به حساب می رود. از جهت کلانی و رفت آمد در جای ششم می ایستد. دوستان عزیز، ما انشاءالله میریم از هر یک اینها
به هر یک اینها سوار میشیم و نوار میگیریم و اهل شما پیشکش خواهیم کرد. مخصوص برنامه داریم، برنامه ترانسپورت شهری تولوز که در برنامه های آینده انشالله به زودی پخش میگردد. عزیزان، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره شهر تولوز فرانسه. فکر و ملاحظه، پیشنهاد هر چی که دارین زیر ویدیو حتما با ما شریک بسازین. دیگه شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.